أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته گشته و آن را نیک و زیبا می‌بیند همچون انسان حقیقت بین است؟ الله هر که را که بخواهد گمراه می‌سازد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. پس ای پیامبر، وجودت را به خاطر شدت دریغ و اندوه بر گمراهی آنان تباه نکن. بی تردید الله از آن چه انجام می‌دهند آگاه است. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري.